یه چیزایی از امیر تتلو آماده کردم که خیلی خفنه و چیزایی هست که از امیر تتلو خیلی شنیده نشده و دیده نشده و چیزای جدیدی به نظر میرسه. بعضیش قدیمیه، بعضیش جدیده و اینکه یه بازجویی از امیر تتلو، یه وایسیه که الان واسهتون پلیش میکنم تو ادامه ویدیو. خیلی جنجالی شده و خیلی ها نشیدنش. وایسیه که لو رفته موقع بازجویی از تتلو و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. سلام بچه‌ها، چطورین؟ من آرمینانیو هستم و اینجا چنل یوتیوبی منه. خیلی خوش اومدی آقا. چاخلس باخلس هم نوکر بکرم. یه چی آماده کردم براتون حرفه‌ای نابی در حد بوندسلیگا و اینکه یه سری کلیپ‌ها از تتلوه که میریم با هم دیگه میبینیمش و خیلی خوشم اومد. یه سریاشو دیدم، خیلی حال کردم، خیلی باحاله و بریم واسه دیدن ویدیومون. سلام عرض میکنم خدمت همتون. عرض کنم که این فیلمو خودم دارم میگیرم به عشق خودتون. خواستم که سال نو رو بهتون تبریک بگم. خیلی قدیمیه. دنیا که هستید جیبتون پر پول باشه، تنتون سالم باشه، سایه پدر مادرتون بالا سرتون باشه و امسال بهترین عید زندگیتون رو داشته باشید. عرض کنم که فیلم برداری به صورت کاملا نو و حرفه‌ای فقط مخصوص اعضای خانواده خیر سرم نوآوری کردم، ولی خب چاره ای نبود. تنها امکاناتی که الان در حال حاضر داشتم همین بود. عیدیتون هم که حتما به دستتون رسیده. آهنگ سنه ایران. سنه ایران اومدم و دنبالت ایران اومدم، من بی دشواری پریدم دشواری اومدم، داخ داخ داراخ داخ داخ عاشقتونم من آخ آخ. امیدوارم که هر جایی که هستید سالم باشید و خیلی نوکرم. واقعا از ته قلبم همتون رو دوست دارم و همیشه به یادتونم. خیلی شاکرم، خیلی مخلصم، دوستتون دارم. خداحافظ. عشقی داداش. و اینکه واقعا حیف این بچه نیست که پشت میله های زندان باشه حاجی. خیلی حالم بده در مورد این قضیه. انشالله که هرچی زودتر آزادیشو ببینیم. کسی معروفی نبود. چرا با تتلو دوست دارم و همیشه به یادتونم. خیلی شاکرم، خیلی مخلصم. در ادامه یه کسیه که با تتلو تو زندان بوده. اونجا کسی معروفی نبود. چرا با تتلو؟ آره من تقریبا یه هفته با تتلو بودم. هر شب برات رپ میخوند؟ تو مسجد برام آهنگاشو میخوند. تو مسجد زندان؟ مسجد زندان که میرفتیم ما هم دیگه نماز میخوند. آره نماز میخوند. چی دیدی این آدم رو؟ چگونه دیدی؟ به من یاد میده چجوری تو دادگاه حرف بزنم جلو قاضی. درست بود؟ نه میگفت هر چی گفتم بگو آره حرفتو درسته. تو گوش کردی به حرفش برای اون چیزایی که برای دادگاه میگفت؟ نه خب داستان من فرق داشت. حرفایی که میزنه حرفای صادقانه ای بود. هر اونچه که میزد برداشتش از زندگی اون بود. حتی حرفای رکیکش جلوی این همه جمعیت باورش اونه. ولی میگم ذاتاً بچه بدی نبود. ما بودیم که به اون مسیر بردیمش که به این شکل بیاد و رو در رو اینجوری فوش خار مادر به جون خودش تموم شد. چرا قدیمیه این؟ هرچی که دوستان میگفتن همون شد تموم شد. سلطان صداست دیگه امیر دیگه. که خوب میدونی من حتی یه لحظم بدون تو عشقم نمیتونم آروم بشم. حتی یه شب اگه نباشی تو پیشم. بچه این صدای امیر تتلو با هوش مصنوعی ساختن. آهنگ از یکی دیگه است و اینکه هوش مصنوعی یه موقع فکر نکنین آهنگ تتلوه و ما نشیدیمش. مثلا تابلوه با هوش مصنوعی و یعنی تتلو اینقدر این مدلی این سبکی فکر نکنم بخونه. شبیه آهنگای شادمهره بیشتر. یه حال داغون میشم نمونش این دیشب. خودت به هم میگفتی همش بدون تو حالم بده. حالا چی شده انقدر زود واسط شدم آدم بده. راحت جا زدی رفتی و بازم باختم این قصه رو. کاشی بیایی بسازیم دوباره این عشقمون.
زمستون دیگه رسید و من ندارم تو زلان کجایی تو با کی خوشی تو این شبا شب تولده مثل دیوونه ها تو این خیابون وای چقدر قشنگه این. وای بچه ها نگاه کنین خدایی چقدر قشنگه، چقدر خوب ساختنش اینا. واقعا به امید اون روز، واقعا به امید اون روز. آقا بذار برامون این واسهتون توضیح بدم. این اکران خصوصی فیلم سینمایی دراکولا بود که رضا عطاران هم تو این فیلم بود و مصاحبه رضا عطاران رو با یه تیکه از مصاحبه امیر تتلو رو با هم دیگه میبینیم که ببینیم چی میگن. امیر تتلو در مورد رضا صحبت میکنه، آقا رضا، و رضا عطاران هم در مورد امیر تتلو یه سری صحبت ها میکنه. تتلو اومد تعطیل شد اینجا، یه رو موند رفت اصلا دیگه هیچ. من نگاه میکردم کسی دور بر من میاد دیدم خبر نیست، همه ریختن دور آقای تتلو. باید هم بریزن آجی تتلو ها، چقدر دوستش دارن و فعالیتش بسیار زیادتر از ما که کار هنرپیشگی میکنیم. نه اون زیاد خودشو دوست دارن دیگه. باید هم برن دور تتلو دیگه، تتلوه آجی. صحبتایی بود که قرار بود تو دراکولا شما بازی کنی ولی بازی نکردی، ولی تو اکران خصوصی دراکولا اومدی. قضیه چی بود حالا واقعا؟ والا من نمیدونم اصلا قضیه چی بود، فقط میدونم که شاید نشد ولی بعدمون نمیومد بشه، نه من نه آرزا. دوستان این قرار بود تتلو داخل فیلم دراکولا بازی کنه. وای اگه بازی میکرد که خیلی خفن میشد و اینکه نشد. حالا نمیدونم دلایلش چی بوده، نشد. میریم ویدیو کوتاه بعدی رو میبینیم که امیر تتلو لایو داره میخونه و پیشرو هم کنارشه. ببین چی میخونه. من نمیدونم اصلا قضیه چی بود، میدونم که شاید نشد ولی بعدمون نمیومد بشه، نه من نه آرزا. منو اینقدر خوروندم که با دارو برم، اوه وای چقدر خوب، چقدر خوب. اینم دوست داشتم بذارم براتون. واقعا به امید آزادیش. سلام عرض میکنم خب بچه حالا بریم سراغ اون بازجویی که بهتون گفتم اول کلیپ و اینکه یه تیکه از وایس امیر تتلوه که دارن ازش بازجویی میکنن، یه سری حرفا رو میزنه. کوتاست، حالا میریم با هم دیگه میبینیم، جالبه. مقصود بود اسم مادرم فریده حکم‌آبادی واصف، متولد 30 شهریور 1366 صادره از تهران هستم و این مدتی که خارج از کشور رفتم نه قراردادی بستم با جایی، نه کاری کردم، نه پولی از دست کسی گرفتم. خودم با بدبختی با 1 قرون دوزار با پول یوتیوب و کنسرت های خودم ساختم و حتی به خاطر میلیون ها دلار پول حاضر نشدم که خودم رو بفروشم به اروپا و آمریکا. من خودم رو ساختم برای کشور. مقصود بود اسم مادرم فریده حکم‌آبادی. خب بچه ها دیدین که
ناراحت کننده بود، ولی واقعا صداش یه جوری بود. و اینکه بازم میگم ایشالله به امید آزادیش. این بچه رو خیلی دوستش دارم، واقعا هنرمند خیلی خوبیه، واقعا بزرگه، واقعا سلطانه و حقش نیست دیگه واقعا. چی بگم؟ خب بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین و اینکه آقا لایک رو بکوب، سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو بزن لطفاً. من اوایل فعالیتم تو یوتیوبه و اینکه نیازمند حمایت شما، خیلی دوستتون دارم، خیلی چاخلسم، نوکرم و اینکه تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.